نه هر کسی که لباس مردی داشته باشه مرد است. نه هر کسی که نام مردی داشته باشه مرد است. مگر اون نفرهایی که در یک توی در پیش خواهراشون در پیش دختراشون میبرن قطعی رقاصه رقص چاواندازی میکنن. رقاصه را با آغوش میگیرن و حرکت های شهوانی میکنن. مگر همین را نامش شما مونده مردانگی؟ توف بر ایخل مردانگی. خب در پوبلیکا برمدن و دشنام و حقارت های فحش کردن شما نامش مونده مردانگی؟ والله قسم توف بر ایخل مردانگی. شما خودتون زیرک هوشیار فکر کرده هر دختر که خواه با زنا میکشانه با فخر میکنه در پیش جورهاتون که من لوبای دختر بتونم میتونم میبرمش. مگر شما این کار مردانگی نام گذاشته؟ توف بر ایخل مردانگی. این نهایتی بیغیرتی های. مگر شما با قوم و ملت خودتون خیانت میکنه؟ دختری مرده که با زنا میکشه زنای شوهردار حتی برده به حیا کرده با زنا کشونه خونه مرده که ویران کرده. مگر ایرا نامش میمونه مردانگی؟ توف بر ایخل مردانگی. والله من شرم دارم ایخل مردانگی. ای شما واره مردک ها والله قسم من شرم دارم. فهمیده؟ توف بر ایخل مردانگی. مرد واقعی از الله میترسه و در قوم و ملتش خیانت نمیکنه. شما چیکار میکنه؟ دختری مرده که زنا میکنه، زنی مرده که میبره زنا میکنه، از الله نترسیده. مرد واقعی چیکار میکنه؟ همون زن اگر با زنا فریادش کنه کو از الله میترسه، این زن از کار گناه باز میداره. میگه که من از الله میترسم این کار نمیکنم. دو تا سه تا مرد همین خیلی برویا و زنها حتی فریادشون هم کنن، زنها با زنا دعوتشون هم کنن، اینا بگن که ما از الله میترسیم این کار نمیکنیم. والله قسم صف زناکارا صف زنهای فاحشه کم میشوه. ولی همین زنهای فاحشه را کی به فاحشه برد؟ همین شما وارین نوجوان مردا. مگر این کارها را شما نامش مردانگی میگه؟ توف بر ایخل مردانگی. فهمیده؟ شرم نداشته در پوبلیکا میبره دشنام فحش میکنه در یک جایی که خواهرها این ویدیوهای شما را تماشا میکنن. مگر این را نامش میمونه مردانگی؟ توف بر ایخل مردانگی. والله